سلام عزیزم، خوش اومدین به رالی تاک. اگه میشه خودتون رو معرفی کنین. سلام به همگی، سمین کلهر هستم، 26 سالمه و تو حوزه کراتین و سلامت مو فعالیت دارم. خب، سوالا رو شروع کنیم. بله. سال اول از چند سالگی شروع کردین کار کردن رو؟ من تقریبا از 20 سالگی 6 ساله که تو این زمینه فعالیت میکنم. شغل دیگه ای هم داشتین یا از اول کارتون همین بوده؟ نه، از اول کارم همین بوده، ولی به شغل دیگه فکر میکنم. خب، تو برنامه هم تحصیلاتی که داری مرتبط با شغلتونه یا؟ نه، کاملا غیر مرتبطه. کلا توی دبیرستان رشته تجربی رو خوندم، تو دانشگاه حقوق خوندم و کلا همه چی با هم دیگه متفاوت آره، بوده. اصلا هیچ ربطی به هم نداره. خب پس چرا این شد؟ چون که خیلی حس خوبی بهم میداد. حالا قبلا هم خودم مثلا برای موهای خودم میرفتم کراتین. تبدیل شدن یه موی وز و پف و فر به یه موی ابریشمی خوشگل واقعا خیلی برای من جذاب بود. دوست داشتم بیشتر در مورد این لاین اطلاعات کسب کنم، آموزش ببینم و وارد کار بشم. میتونیم درآمد حدودیتون رو بپرسیم یا شخصیه؟ هر جور راحتی اگه میخوایم بگیم. درآمد کلا لاینای زیبایی نسبیه، یعنی بستگی داره که یعنی یه شغلی نیست که درآمد ثابتی داشته باشه، ولی خب از لاینای پردرآمد زیبایی محسوب میشه. سخت‌ترین قسمت شغلتون چیه؟ سخت‌ترین قسمت شغل خیلی زیاده این. به نظرم قسمت فیزیکی کاره، خیلی ازم انرژی میگیره. البته اینکه من تو شغلم تو هر زمینه، یعنی هم تو محتوا سازیش، هم اون ارتباط با مشتریا، هم کلا خود کار فیزیکیش خیلی برام سخته، ولی بیشترین و سخت‌ترین قسمت کار همون خود اصل کار کردن. قسمت شیرینش چیه؟ قسمت شیرینش قطعاً، البته فکر کنم همه اینطوری باشن، رضایت مشتری و اون حس خوبی که تو اتمام کار هست، به نظرم خیلی شیرینه. چه مراجعه کننده هایی خیلی اذیتتون میکنن؟ داغ دلتون تازه شد؟ آره واقعا. اکثر مراجعه کننده های ما خیلی خوبن، خیلی گلن، ولی حالا یه تعداد محدودی به نظر من اونایی که خیلی وقت و بی وقت تماس میگیرن، برای شخص مقابلشون ارزش قائل نیستن، یعنی که مثلا تو انتخاب لاین مثلا خودشون سعی میکنن اون چیزی که میخوان و اصلا به نظر کسی که انجام میده و تجربیات بیشتری داره توجه نمیکنن توی مشاوره. به نظرم بسپرن به خودمون خیلی بهتره. خب بریم سر سوالات شخصی. اگه این شغل رو نداشتین چه شغلی رو برای خودتون انتخاب میکردین؟ واقعیتش من از سن کم خیلی به موسیقی علاقه داشتم و کلا به آواز و هم نواختن هم آواز، به همه سازا تقریبا خیلی علاقه دارم، ولی خب یه خورده محدودیت هست و اینا، نمیشه واقعیتش خیلی بریم وقتا واسه ما خانوما دنبال علاقه. به خاطر همین به قول پدر مادر درسم میخونم، در کنارش هنرم یواشکی ادامه میدم. خب اینم فکر کنم مرتبط با سوال قبلیمونه، در چه مهارت غیر از شغل خودتون عالی هستین؟ که حالا اینکه خودم بخوام بگم عالیم نه، ولی علاقه‌مند هستم آره به موسیقی خیلی. اسم ماجیک هاوس از کجا اومده؟ واقعیتش برمیگرده به همون 6 سال پیش دیگه. خیلی ذهنم درگیر بود که چی باید باشه اسمش و اینا، و خیلی سرچ کردم در مورد اسم. همین که خیلی هم مخالف بودن البته با این اسم، میگفتن یکم سخته برای عموم، مثلا ماجیک هاوس و اینا. اسم خودتون رو برند. آره هنوزم که هنوزه مثلا میگن که خیلی اسم سالنتون سخته، ولی خب احساس میکردم اون تغییری که ایجاد میشه روی مو یه حالت جادویی ماجیکی داره، و خاطر همون دوست داشتم ماجیک هاوس باشه و خیلی دوست دارم اسم سالن. تا حالا موی رو خراب کردی؟ صادقانه. 100% هیچکس بدون مشکل نیستش، یعنی هیچکس کامل نیست. قطعا توی کار یه باگایی پیش میاد گاهی اوقات،
حالا نه به این صورت که کلا نشه کاریش کرد که موی رو دیگه بزنم، نه، ولی حالا مثلا اگر مشتری از یه قسمتی از موهاش حالا هر چی نارضایتی داشته باشه کاملا مسئولیت پذیریم و اینکه براش درست میکنیم، تحویلش میدیم. تا حالا به مشکل مالی خوردی؟ به مشکل مالی هر سوالی رو خواستی میتونی جواب ندی، یعنی اینجوری نیست نه به این صورت، چون البته چرا دغدغه‌شو داشتم همیشه، بالاخره هر کسی یه دغدغه‌های مالی داره، ولی همیشه سعیم این بوده که با تلاش و پشتکار اون چیزی که میخوام به دست بیارم، یعنی اینجوری نبودم که ناامید بشم بگم نمیشه. چرا کار کردن رو شروع کردی؟ کار کردن رو چون اصلا آدمی نیستم که بتونم تو خونه بمونم، خیلی فعالم در هر زمینه کلا و به نظرم خانوما بهتره که حتما یه شغلی رو داشته باشن. میتونم آب بخورم؟ بله عزیزم. آره میگفتم کلا از خانمای مستقل خیلی خوشم میاد و بیشتر حالا این نظر شخصی منه، دوست ندارم خیلی تو خونه فعالیت کنم، دوست دارم مفیدتر واقع شم. چطور با همسرتون آشنا شدی؟ سال کلیدی. با همسرم اینستاگرام دیگه، اینستایل از طریق اینستا آشنا شدیم و اتفاقا من یه استوری گذاشته بودم، نوشته بودم که برنامه‌ای واسه ادیت ویدئویی همچین چیزی بود، واسه تو پیج مجید هاست. آره محتوا سازی بود. بعد ایشون داخل باکس پیام گذاشته بودن که من یه پکیج آموزشی دارم. بعد منم گفتم که باشه و اینا. بعد گفت این پکیج رو میخوام بدم به شما. منم اول قبول نمی‌کردم، گفتم من هزینه‌شو باید بگیری و اینا. همین خیلی وقت اینو دارم. آره. بعد چی دیگه توی فلش آوردن، فلش رو دادم دیگه، دلشون توش دادم به شما دیگه ادامه داشت. رانندگیتون خوبه و ماشین مورد علاقتون؟ رانندگی خوبه، آره دوستان میدونن خیلی خوب جمع میکنم. حالا معمولا ماشین مورد خیلی به این که مثلا ماشین مورد علاقه زیاد ماشین باز نیست؟ نه زیاد نیستم. خواننده مورد علاقه و آهنگ مورد علاقتون؟ خواننده مورد علاقه، من خیلی خواننده های قدیمی رو دوست دارم. منم خیلی دوستشون دارم و آهنگاشون هیچ وقت برام تکراری نمیشه. از خواننده های جدید حامیمو خیلی دوست دارم، صدای نرم و لطیف تری داره. آره. بعد آهنگ مورد علاقم ندارم چون با توجه به حس و حال و مودم بیشتر آهنگ گوش میدم، همه چی گوش میدم. خب کی همیشه پشتت بوده و تشویقت میکنه؟ چه تو کار چه تو زندگی؟ در مرحله اول که پدر مادرم قطعا همیشه پشتم بودن. حالا تو این کار بیشتر به نظر من دوست داشتن که برم سراغ، مثلا همه مام بابا همینن، میگفتن درس تو بخون. درس هم خوندم ولی واقعیتش به نظر من هر کسی یه شخصیه که منحصر به فرده. آره به نظرم بهتره که هر کس دنبال علایق خودش باشه و در مرحله دوم همسرم واقعا خیلی حمایتم کرده. سوالات چالشی رو شروع کنیم. اگه بتونی سفر در زمان داشته باشی، گذشته یا آینده و چرا؟ من بیشتر دوستم برم آینده. چرا؟ خیلی برام جذابه که قراره چه اتفاقایی بیفته، هم در مورد خودم هم کلا دنیا چجوری باشه. خیلی دوست دارم. اگه بخوای یه اسمی برای فیلم زندگیت انتخاب کنی چه اسمی رو میذاری روش؟ اوه چقدر سوال سختی. فکر کردن خیلی زیادی نیازنده. آره نمیدونم اینو، ولی واقعا نمیدونم. خب اگه بخوای یه ویژگی اخلاقی رو حذف کنی که به نظرت اگه نباشه زندگی بهتر میشه اون چیه؟ ویژگی اخلاقی، بهترین ویژگی اخلاقی میشه دیگه گفت. بعضی وقتا به نظرم
حالا نمیدونم این میتونه ویژگی اخلاقی خوبم باشه بدم باشه، ولی بیش از حد مهربونی کردن به دیگران بعضی وقتا و اعتماد کردن خیلی اذیتم کرده. حالا خوبم میتونه باشه بدم باشه. یکمی که بعضی وقتا مسئولیت بیجا میاره یا وظیفه بیجا میاره. آره یه کوچولو البته کمش کردم خیلی، ولی در کل خیلی مهربون بودم، به نظرم خوب نیست. اگه قرار باشه کل مردم شهرت به حرفت گوش بدن چی میگی بهشون؟ خیلی چیزا میخوام بگم بهشون. آره اصلا یه کتاب قطور میتونم بنویسم. حالا ادعایی نداریم، ولی واقعا توی پیجم همیشه سعی میکنم یه سری چیزا رو فرهنگ سازی کنم. حالا میان میگن بعضیا مخالفن، ولی به نظر من واقعا یه سری چیزا باید جا بیفته توی شهرمون. حالا خیلی چیزا هست، ولی یکیشو بخوام بگم واقعا کسب و کارهای بروز و جدید و راه انداختن خیلی خوب میشه. یه قدرت ماورایی که میخوای داشته باشی چیه؟ ماورایی من دوستم ذهن آدم ها رو بخونم. خیلی دوست دارم. میشه بگی من میخوای ذهن کی رو بخونی؟ کلا دیگه همه رو. آره دوستم وقتی با من صحبت میکنه بفهمم واقعا چی تو سرش میگذره. خیلی خوبه. اگه یه نفر از آینده بیاد و بگه 5 سال بعد معروف میشی، به نظر به خاطر چی معروف شدی 5 سال دیگه؟ 5 سال بعد حالا به نظر چون من تصمیم دارم کارمو گسترش بدم، به نظرم همون در رابطه با کارم باشه. چه لاینی رو میخوای اضافه کنی اگه گسترش بدی؟ والا لاینی که نمیخوام اضافه کنم، ولی دوست دارم یکم تخصصی تر بهتر. شخصایی هستن که آموزش دیدن پیشم، دوست دارم بیام پیشم کار کنن. آره اونجوری. حالا بریم سر بازی‌های چالشی. 3 کشور با حرف الف. با حرف الف: ایران، اتریش، آمریکا. 3 پایتخت ایران در دوره‌های مختلف. تبریز، تهران. بعد بکنم شیراز هم بود. نبود. اصفهان. 3 برند مختلف که مورد علاقه خودته. چه سوال این که آسونه واسه همه. من فوری گفتم. چی گفتی؟ شنل. با خیلی آره خیلی برند باز نیستم. مثلا باش همین که دوست داشته باشم میگیرم، مثلا بگم یه برند همه چیزشو دوست دارم. آره اونجوری هم. یعنی 3 رشته ورزشی با توپ. با تور؟ با توپ. توپ، فوتبال، بسکتبال، همشون اکثرا با توپ و والیبال. 3 اجزای ماشین. اجزای ماشین: فرمون، صندلی، دنده. 3 شخصیت کارتونی. سیندرلا، بعد اون ژله تو هتل ترانسیلوانیا خیلی دوستش دارم. منم اونو خیلی دوست دارم. بعد شرک. سوالای آریانه هستن ولی شما برعکس جواب بدید. متوجه شدی؟ نه. گفتی برعکس جواب. حواستون جمعه. ولخرجی؟ نه. روکی؟ روکم؟ نه. مغروری؟ نه. مهربونی؟ اونا رو برعکس گفتم. می‌خواستم بگم مغرور نیستم، گفتم نه. به نظر میام خیلی هم میگن مثلا از دور میگم با این دختر چه اینجوریه، ولی از نزدیک میگم نه خوبه. آره قیافم یکم. مهربونی؟ نه. بد اخلاقی؟ آره. اهل غیبتی؟ نه. خب سوالی هست که دوست داشتین ازتون بپرسیم و نپرسیدم؟ نه والا همه چی اوکی. آره تقریبا همه چی پرسیدیم. خب ممنون که دعوتمون رو پذیرفتین و مرسی از دعوت شما. خیلی خوشحال شدم که در کنار شما بودم و خیلی خوش گذشت. باعث افتخاره. همچنین فعلا خداحافظ.